سلام خدمت دوستان. جدیدترین کیلس استارتر موجود در بازار که میتونید خودرو رو با گوشی همراه کنترل کنیم. مثل الان ما با گوشی موبایل ماشین رو از هر نقطه‌ای میتونیم روشن کنیم. میبینید الان روشن میشه. ریموت هم داره که شما با ریموت هم این طرح پژوییه میتونید ماشین رو روشن کنید. الان ماشین روشن میشه، تو دنده هم استارت نمیخوره و شما میتونید از هر منطقه‌ای از کشور میتونید در صورت سرقت ماشین رو خاموش کنید که درم قفل میکنه، باز میکنه، در قفل، باز، صندوق پرون همه رو داره. الان دیدید ماشین رو من با گوشی همراه خاموش کردم، یعنی اگه سرقت شد میتونید ماشین رو خاموش کنید. خب یه قابلیت ویژه‌ای که داره، الان در ماشین قفله، هر کسی اومد این ماشین رو سرقت کنه بخواد ببره، الان نگاه کنید من کلیدو میندازم رو در، الان در قفله، کلیدو میندازم رو در، میبینید یک کلید ساده است که میندازیم رو در، میبینید در باز بشه گوشی همراه راننده زنگ میخوره، هشدار میده که ماشین رو دارن سرقت میکنن و ماشین هم روشن نمیشه. این حالا آپشن رو تنها کیلس استارتر تمدن داره. الان نگاه بکنید من در رو تو باز کنم بوق میزنه و گوشی هم زنگ میخوره. الان بوق میزنه، ماشینم روشن نمیشه، میبینید ماشینم به هیچ عنوان روشن نمیشه، میبینید و گوشی داره زنگ میخوره. میبینید که من حالا رد تماس میدم، اینجا رد میدم و با ریموت هم میتونم غیر فعالش بکنم. میبینید و این تنها کیلس استارتر تو بازاره که همچه قابلیتی داره و قابلیت ویژه‌ای که داره اصلا نیاز نیست شما توی اپلیکیشن برید. هر وقت با ریموت قفل کردید اگه در ماشین غیر مجاز باز بشه ماشین شروع میکنه به شما زنگ زدن و بوق میزنه و روشن نمیشه. یعنی نیازی نیست شما حتما با اپلیکیشن، اگه با این ریموته، حالا هر ریموتی که کیلس ما داشت، در رو قفل کنید، حالا یا با اپلیکیشن یا با ریموت قفل کنید، این سیستم فعال میشه، هم خودش بوق میزنه، روشن نمیشه و به گوشی همراه راننده هم زنگ میزنه و از هر نقطه کشور هم میتونید ماشین رو روشن کنید، خاموش کنید و بهتون زنگ میزنه. با تشکر.